زندان بگرام. دولت آمریکا پس از 11 سپتامبر مجاهدین امارت اسلامی را به بهانه‌های متعدد ظالمانه و بیرحمانه دستگیر میکرد و در زندان گوانتانامو بالاخص در زندان بگرام زندانی میکرد. زندان به گونه‌ای طراحی شده است که فرار کردن از اینجا محال بود و خیال، مگر اینکه قانون الیت بر هم میخورد و تمام درها و پنجره ها ضبط میشد. علیرغم مجاهدین امارت اسلامی، افراد غیر نظامی را نیز در این زندان زندانی میکرد و آنها را پناهک از زمره اعضای امارت اسلامی قلمداد میکرد. دولت آمریکا 11 بلاک را برای نگهداری زندانیان در میدان هوایی بگرام اعمار کرد.